ماه نوامبر سال 1993 عالم جوان عبدالسلام محمدنظرов به دانشگاه بریتیش کلمبیای شهر وانکوور کانادا و فاکولته زبان انگلیسی برای تکمیل اختصاص و دوام دادن تحقیقات علمی دعوت می شود. پس از بازگشت از کانادا ماه سپتامبر سال 1994 محمدنظرов فعالیت خود را همچون دوسنت و مدیر کاتدرا در دانشگاه دولتی تاجیکستان ادامه می‌دهد. سال 2013 محمدنظرов رساله دکتری در موضوع تشکل و تکامل فرهنگ‌نگاری ترجمه‌ای تاجیک در عصر 20 و اول عصر 21 با مصلحت و راهنمایی پروفسور پروانه جمشید در دانشگاه ملی تاجیکستان حمایت کرده سزاوار عنوان دکتر علم‌های فیلولوژی گردیده است. سالهای آخر پروفسور محمدنظرов و لغت‌نگاری تاریخی، بازیافت و تحقیق و بررسی لغت‌های دوزبانه فراموش شده یا به محققان نامعلوم مشهور شده در این ساحه لغت‌نگاری دوزبانه تاجیک و دستاوردهای نظررس و به عباره دیگر کشفیات حقیقی علمی در تاریخ لغت‌نگاری نائل گردیده است. او مؤلف بزرگترین لغتنامه در تاجیکستان است. روی علم البته خیلی مشکل است. با اون خزیده برآمده پویا رو خراشانده گویم که دستا رو آبوله کرده برآمدن در کار است. اگر دو دوره رو مقایسه کنیم در دوره شوروی امکانیت فقط تعلیم بود. ما در دانشگاه دکتر بودیم، تعلیم میدادیم و دیگر امکانیت های مثلا ترجمه و این ترجمه از بیوسته از زبان تاجیکی به انگلیسی، از انگلیسی به تاجیکی امکانیت ها نبودن چون که این کارها در مسکو انجام میدادن. خب امکانیت خارجه رفتن هم نبود. البته در دوره استقلال تماما دیگر وضعیت تماما دیگر است. آزاد است، امکانیت ها فراوان هستند، خیلی امکانات فراوان پیدا شدن در دوره استقلال، چه از نظر گویم که فعالیت استادان، چه از نظر فعالیت علمی. مثلا ما وقتی که خواستیم یک لغت یک کتاب ترجمه کنیم، چند کتاب ها رو ما فرمایش دادن که همین کتاب ها رو ترجمه کنیم. ما وقتی که به ترجمه دست دادیم می‌بینم که لغت نیست. من لغت انگلیسی تاجیکی برای ترجمه کردن کتاب لغتنامه الهام آمد که باید یک لغت را هم باید ترتیب داد. در نتیجه وقتی که به ترجمه ها مشغول شدم آهسته یک لغت را هم کتاب لغت انگلیسی تاجیکی هم وای کردم، ترتیب دادم و سال 2000 یکم نشرش را با در حجم 13,000 سرواژه لغت نشر کردم و آهسته آهسته با نشر دوم و نشر سوم و نشر چهارم تا امروز تا به 100,000 کلمه و عباره از زبان انگلیسی به زبان تاجیکی ترجمه شدن. این کتاب چاپ شده است، در دست دانشجویان هست در هر یک کشور، در هر یک